اگه یه چیز بگم شاید طاقتش نداشته باشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم روزی عمر فاروق و بدرقه کرد تا خارج از مدینه. عمر میخواست بره مکه زیارت خانه خدا. وقتی که بیرون از مدینه رفت عمر رو معانقه کرد، به آغوش کرد، در گوشش چیزی گفت برادر. حالا کی داره میگه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. به کی؟ به عمر رضی الله عنه. برادر تو مکان مقدسی میری، ما رو در دعای خیرت فراموش نکن. عمر گریه کرد گفت یا رسول الله تو که غفر لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، گناه قبل و بعد همه بخشیده شده. عمر کیه که برای تو؟ اصلا عمر با دعای تو هدایت شده. عمر کیه که برای تو دعا بکنه؟ ادب پیامبر رو نگاه بکن. میخواست ادب و تواضع به امتش یاد بده که در هر موقعیتی که باشید نباید از خود راضی باشید. باید خودتو محتاج رحمت خدا بدونید و دعای خیر برادرت رحمت خدا رو بر قلب تو نازل میکنه.